یک خبر فوری ای برادرو خواستم به تمام شما رسانم. سفارت تاجیکستان در روسیه از شهروندان خواسته است که موقتا از سفر به این کشور خودداری کنند. این خبر در صفحه فیسبوکی سفارت تاجیکستان برآمدگی. کدامتون که فیسبوک استفاده میبرین شما میتونید دروین به چشم خودتون ببینید. نمینا سفارت روز 10 سپتامبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که در گذرگاه مرزی و فرودگاه‌های روسیه نظارت سخت جاری شده است. از این رو به شهروندان تاجیکستان توصیه میدهد که حالا به روسیه سفر نکنند. فهمیدین برادران؟ التماس مردم تاجیکی که در تاجیکستان قرار دارن و نیت دارن به شهرهای روسیه سفر کردن نگیرین بلیطتون حیف میشه میسوزه. یکی به حد نظارت و از بین رفت در سرحد در ایرپورت ها در گذرگاه ها اینمی روز همین خبر برآمدگی و همین روز نظارت جدی سر شدگی. برادرای عزیز نه تنها سفارت تاجیکستان این گونه هشداری دادگی، این چنین سفارت قرقیزستان نیز روز 5 سپتامبر به شهروندای خودش به مردم قرقیز خبر داد که از سفر کردن به روسیه خودداری کنند. این روز 5 سپتامبر سفارت قرقیزستان هشدار داده بود. از سفارت خودمان روز 10 سپتامبر هشدار داده. خبری نوی بود که خواستم به سهم شما رسانم. این ویدیو را پدیل سکنید در تمام گروپ های واتساپ، تلگرام گروپ ها و همه جورهایتون که به روسیه سفر کردنیان.